هدایتی تا زنده است قلبش برای پرسپولیس میتپه. علی کریمی تا زنده است قلبش برای پرسپولیس میتپه. پرسپولیس همیشه تیم من بوده و الان مشکلی بابت مسائل مالی نداشتیم و خدا رو شکر که امسالم تونستم در خدمت. علی کریمی در میاره پیرانش بالاخره پیران پرسپولیسش هم نشون میده. ساعت 9 صبح من تو هتل نشسته بودم قسمت کافی شاپش که میدیدم مردمی که ساعت 9 صبح داشتن میرفتن. من فقط شرمنده‌شون هستم و امیدوارم که علی آقا من علی کریمی از فوتبال خداحافظی کرد. نظر آره این واقعا متأسفم که واقعا علی کریمی حیف، واقعا حیف. خیلی اخلاقی شبیه هم هستی درسته؟ هیچ وقت لطفاً علی با کسی مقایسه نکنید. کریمی با توی دروازه کریمی دوست داریم ما سردار یادت باشه کریمی باید باشه سردار یادت باشه کریمی باید باشه